حالا شده یه نفر واقعاً کشته شده باشه ولی سالها بعد یکی بیاد بگه من همونم. داستان ما درباره یک شاهزاده است، کسی که شاید کشته شد، شایدم نه. بردیا، پسر کوروش کبیر، یکی از مرموزترین شخصیت‌های تاریخ ایران. کوروش کبیر 2 پسر داشت، کمبوجیه و بردیا. بردیا مرد محبوب تری بود، اونقدر که مردم شرق ایران حسابی بهش علاقه داشتن. اون باهوش بود، نه ترس بود و مهمتر از همه مردمدار بود. وقتی کوروش مرد کمبوجیه پادشاه شد، اما یه مشکلی داشت. از محبوبیت بردیا خوشش نمی آمد. بعضی روایت ها میگن اون به طور مخفیانه دستور قتل بردیا رو داد. هیچ کس خبر نداشت. یک مرگ بی صدا. اگه تا اینجای داستان برات جذاب بوده یاد نره ویدیو رو لایک کنی تا قسمت‌های بعدی رو هم برات بسازیم. یه مدت بعد از مرگ کمبوجیه ناگهان مردی ظاهر شد و گفت من بردیام، زندم، برادرم منو نکشته. و مردم باور کردن، چون اون مرد مثل بردیا رفتار میکرد، حرف میزد، حتی خاطره هایی تعریف میکرد که فقط خودش میدونست. اما داریوش، سردار معروف، ادعا کرد و گفت اون یه مرد دروغگوه، اسمش گوماته، یه موبد زرتشتی که قیافش شبیه بردیاست. و بعد داریوش با 6 نفر از اشراف دیگه به قصر حمله کرد و اون مرد رو کشت. اما اینجاست که داستان پیچیده میشه. خیلی ها معتقدن گومات اصلا وجود نداشته. داریوش چون هیچ نسبتی با کوروش نداشت، برای اینکه پادشاهیش قانونی بشه یه داستان ساخت. بردیا واقعا زنده بود. داریوش اونو حذف کرد. تو چی فکر میکنی؟ اون مرد واقعا بردیا بود یا یه جاهل باهوش؟ نظرتو تو کامنت ها بنویس. اگه دنبال داستان‌های مرموز دیگه از در تاریخ هستی همین الان کانالو سابسکرایب کن.